سلام درود بچه ها، حالتون چطوره؟ من مودویکس هستم و خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی چنل من، یعنی مودویکس. بعد مدت ها کلا من نتونستم ویدیو بلند بگیرم دیگه، واقعا ببخشید. بیشتر فقط ویدیو شورت گذاشتم داخل این چنل و این اولین ویدیوی بلند من هست. و گفتیم اولین ویدیومون رو با جم رایگان، حالا گفتیم یه چیز رایگان شروع کنیم که بچه ها عشق کنن. حالا گشتم یکم و اینا، یه ربات تلگرامی پیدا کردم که داخلش جم رایگان هست. حالا فقط یه چیز دیگه هم یادم رفت بهتون بگم. آقا ما داخل تلگرام یه چنل داریم، داخل اون چنل همه چیز میذارم، همه چی رایگان، اینا همه چی میذارم. هر آموزشی که بخواید، هر چی که بخواید، فقط به من بگید، درخواست بدید، من همون جا واسون میذارم داخل چنل، هیچ مشکلی ندارم. این بالا هم آیدی چنل میاد و داخل دیسکریپشن همین ویدیو نوشتم، چنلش رو گذاشتم، حتما برید ببینید، عشق منید. و همین دیگه، چیزی نموند. زیاد وقتتون نمیگم. آقا لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. اون که زنگوله کنار سابسکرایب رو حتما بزنید. آقا من بیشترم تو این امتحاناتم، این روزا همش امتحانات و اینا، نمیرسم زیاد بیام فعالیت کنم و گفتم حالا شورت ویدیو رو شاید ببریم جلو. اگه حمایت کنید که ما شورت ویدیو بذاریم هر روز. شورت ویدیو هم یه ایده جدید میخواد، نمیتونم بیام همینطوری شورت ویدیو بذارم، مثلا باید یه ایده جدید داشته باشی بیای بذاری، خیلی بهتر نسبت به از بقیه اسکی بری. من نمیخوام از بقیه اسکی برم. حالا شما اگه حمایت میکنید و اینا که ما اوکیه، بذاریم قراره از این به بعد شورت ویدیو بذاریم هر روز. همین دیگه، زیاد وقتتون نمیگیرم. لایک، کامنت، ساب فراموش نشه. اون زنگوله رو حتما بزنید تا میتونید لایکاشو ببرید بالا، یکم ویوش بره بالاتر که همه بچهای کامیونیتی اینا که فری فایر پلی میدن داخل یوتیوب این ویدیو رو ببینن، بتونن جم رایگان تعریف کنن از این رباتی که قرار بهتون معرفی کنم. خب بزن بریم، لیتس گو. خب بچه‌ها بذار چیزا پیدا کنم. من ربات اینجا داخل چنل گذاشتم، شما میتونید از طریق چنل یا از طریق دیسکریپشن که اونجا آیدی ربات رو میذارم برید و ثبت نام کنید. اگه از طریق چنل بیاید خیلی بهتر نسبت به اونجا میزنید میره داخل سایت و اینا، خیلی اذیتتون میکنه. از اینجا که وارد شدید، خب این قسمت اول بازیه، این کلا این رباته. از اینجا باید بزنید سکه جمع کنید. مثلا من 164 کا سکه دارم، اینجا هم واسه میذاره لول چندی، هر چی لول شما بره بالاتر سکه بالاتر میتونید جمع کنید. مثلا واسه من نوشته لول من 2، پس چند تا جمع میکنه، چرا اومد اینجا؟ دو تا سکه جمع میکنه. اینجا هم زده 500 تا میتونم جمع کنم. اون پایین که علامت برقه زده تا 500 تا هر روز، نه هر روز، فکر کنم تو نیم ساعت پر میشه این. نه چند دقیقه پر میشه. اگه میخوای هی بزنی خیلی زود پرش میکنن، میتونی هی بیای و بزنی. و بریم سراغ قسمت دوم. قسمت مهم که میتونی ازش سکه خوبی بگیرید. بزنید روی تلگرام عضو چنلشون بشید، تا بزنید روی عضو اوکی، بزنید روی اینستا بزنید عضو، بعد نمیخواید برید حتما فالوشون کنید، تا قبلش برگردید بک بزنید بیاد قبول میشه میتونید بگیرید. این هم یه دونه بزنید، همین بهتون میده. این استارت بازی رو بزنید خودش بهتون میده. بریم قسمت وسطی. اینو که نمیدونم حالا همینجوری بازی علکی من کرش افکنزا انتخاب کردم همینطوری، حالا مهم نیست زیاد. بریم قسمت فرند. از اینجا میتونید رفیقاتون رو چیز کنید، زیر مجموعه جمع کنید. الان مثلا من تا الان 29 تا زیر مجموعه گرفتم. اگه زیر مجموعه عادی باشه، مثلا تلگرامش عادی باشه، 5000 سکه میده. ولی اگه تلگرامش پرمیوم باشه، یعنی اشتراک خرید و اشتراک تلگرام رو خریده، بره تو 25000 سکه میده که خیلی چیز خوبیه. مثلا اینایی فکر کنم از چنل اومدن، دقیق نمیدونم اومدن از این مجموعه من. خب حالا زیاد مهم نیست، بریم سراغ آخری شاپ. خب قسمت اول زده با 350,000 میتونم 40 تومن پول بردارم.
با 300,000 تومان میتونم 80 تا سی پی یا چقدر زده نمیدونم، فکر کنم 4 سی پی، نمیدونم دقیقاً چیه. این کال آف پابجی دیگه، من زیاد از کال آف پابجی سر در نمیارم. حالا مثلا ببینید این واسه من باز شده، میتونم بخرمش. نمیدونم دقیق چیه ولی خب میتونم بخرمش. بریم سراغ اصل مطلب. فری فایر باید 350,000 سکه جمع کنید که میتونید 100 تا جم رایگان بزنید. 350 تا سکه اگه واقعا میخواید بیاید هر روز جمع کنید چیزی نیست. کلا بیاید اتو کلیکر رو بیارید اینجا بذارید بزنید. حالا مثلا نگاه کنید من تو همین دقیقای ویدیو ببین پر شد. نگاه کنید لحظه برم بیام ببین چقدر زود پر میکنه. خیلی زود پر میکنه. این لحظه الان کلا 500 تا پر میشه. یعنی شما هر چند دقیقه برگردید بزنید لولتون زود میاره بالا، زود میتونید جمع کنید، چیزی نیست. باز این مجموعه گیری هم میتونید مثلا بیاید رفیقاتون رو دعوت کنید بیان اینجا، میتونن سکه دیگه جمع کنن خودشون، هم تو زیر مجموعه بگیری هم رفیقات بیان دیگه. این برم چیزی از کلا از ربات نمونده که همه شو گفتم. خب بریم داخل گیم. خب رفقا عشق من که تا اینجا این ویدیو رو نگاه کردید و یه چیز دیگه هم خواستم بهتون بگم. اگه از داخل چنل تلگرام هم برید و از اونجا سایت ها استارت کنید، همون ربات استارت کنید، خیلی بهتر نسبت به اینجا بخوای بری یکم اذیتت میکنه، میره تو سایت بعد از سایت میخواد بپره اونجا اذیت میشید. خلاصه برید داخل چنل تلگرام، خیلی راحته به نظر من، زیاد وقتتون رو نمیگیرم. عشق من که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید، فقط لایک، کامنت، ساب فراموش نشه و اون زنگوله کنار ویدیو کنار سابسکرایب رو بزنید که از همه ویدیوهای ما با خبر باشید. عشق من تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.